нафарони пешсудшуда пас аз ба озодӣ баромадан ҷои оне ки роҳи дурусти зиндагиро интихоб намоянд, баръакс боз даст ба ҷиноят зада ҳаёти худро тираву тор месозанд. кормандони милитсия як нафар пешсудшударо барои ҷинояти одамкушӣ боздошт карданд ки ҳафтаи сипаршуда суди вилояти Хатлон ӯро 26 сол равонаи зиндон кард. офоқи қодириён аз толори суд гузориш омада кардааст. چندی پیش از جانب همکاران مایعی کشتار وحشیانه‌ای که در ناحیه شهری توز به وقوع پیوست گزارش آماده و به مردم کشور نمایش داده شده بود. سنه 19 آگوست سال روان ضمن برگزار نمودن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه شهری توز، شهروند سوانخولف صادق سالی تولدش 1969 ساکن جماعت دهات خالمت فی ناحیه مذکور که پیش 2 مراتب سود شده است و باز در حالت ریتسیدیوی با صادر نمودن جنایت آدمکشی همچون گمان بر دستگیر کرده شده بود. نام برده سنه 19 آگوست سال روان تخمینا ساعت‌های 23:30 در حالت مستی به خانه سابق همسرش بردیه و فرزانه سالی تولدش 1994 میآید و می‌بیند که او با همسایه‌اش رجب رستم مردی 52 ساله ساکن جماعت دهات خالمت فی ناحیه مذکور مناسبت‌های محرمانه دارد. گمان بر شونده با کاری در دستش بوده یک چند مرتبه به عضوهای بدن مرحوم رجب زده او را به هلاکت رسانیده است. به این قانع نگشته از حیثیت رشک سابق همسرش را با کار چند مرتبه با عضوهای بدنش میزنند. به غیر از این گمان بر شونده زنی 30 ساله ساکن شهر نارک کمالا و نیلوفر که در مهمانی آنها قرار داشته است چند مرتبه با کار در قسمت سر و دستش میزند که در نتیجه جبردیده ها جراحت های وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه مرکزی ناحیه شهر توز بستری میگردند. از روی حادثه در پروکراتور ناحیه شهر توز پرونده جنایتی با ماده 104 کادکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده بود، تفتیشات به انجام رسیده و به سود ولایت ختلان ارسال کرده شد. از روی مجموعه جنایت ها با روی قسمت ضمن نمودن جزای تعیین شده جزای نهایی نسبت سوانخولف محروم ساختن از آزادی به مهلت 26 سال با ادا کردن جزا در کلان های دارای نظامشان سخت تعیین کرده شود.